سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. امامعلی رحمان برای ملاقات با پوتین به مسکو می رود. جنایت گوش نوشونید، قتل دخترچه 3 ساله از سوی زن همسایه، خطر ترکش ماشین گاز برطرف و شورای دوشنبه خوجند باز شد. جنبست آزمون فروغ صبح دانایی و اعلان نام غالبان. صدمه پرقربانی شبانه در وخش 3 کشته به جا گذاشت و روسیه 1 کپک و 31 کبوتر را به تاجیکستان دپورتاسیون کرده است. و اکنون تفصیلات خبرها. کرمل رسما خبر هفته آینده با سفر رسمی به مسکو تشریف آوردن پرزیدنت تاجیکستان را تصدیق کرد. دیمیتری پسکوف روز 16 نوامبر سال 2023 در پاسخ به سوال ژورنالیستان در بریفینگ گفت بله، در حقیقت در هفته آینده سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به مسکو برنامه‌ریزی شده است. او درباره برنامه این سفر معلومات دیگر نداد. قبلا عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان به ژورنالیستان خبر داد که امامعلی رحمان روزهای 21-22 نوامبر با سفر رسمی از مسکو بازدید میکند. به گفته او در جریان این سفر ملاقات 1 به 1 امامعلی رحمان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، همچنین مذاکرات هیات‌های رسمی دو کشور برگزار شده. بر اساس نتیجه های این مذاکرات ها امضای سندها نیز پیش بینی شده است. درباره اینکه چه سند و سازشنامه های قرار است بین روسیه و تاجیکستان امضا شود چیزی گفته نشده است. روسیه یکی از شریکان مهم و استراتژیکی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2022 حجم تجارت بین دو کشور قریب 24% افزوده به 1.10 میلیارد دلار نزدیک شد. دوشنبه و مسکو میخواهند در سال 2023 این نشان دهنده ها را به 2 میلیارد دلار برسانند. عامل دیگری مهم در روابط تاجیکستان و روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان یا تقریبا چورک تمام اهالی قابل کار این کشور است که هر سال برای تأمین زندگی خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری میروند. پولهایی که مهاجران تاجیک از روسیه میفرستند سالانه از 2 تا 4 میلیارد دلار را تشکیل میدهند. یک منبع اساسی تأمین زندگی اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان باقی میماند. اما وقتهای آخر از جمله به دلیل فشار جنگ میانشکن روسیه به ضد اوکراین در روسیه فشارها بالای مهاجران خارجی از جمله بالای مهاجران تاجیک افزوده است. در دهها منطقه روسیه مهاجران را از حق کار در بسیاری از ساحه‌های نسبتاً پردرآمد اقتصادی روسیه به مثل سفت و مسافرکشانی و مثال این محروم کرده ایستادند. جنگ ضد اوکراین نه فقط روسیه بلکه خود پوتین را نیز در انزوای بین المللی قرار داده است و ملاقات و مذاکرات او تقریبا 2 سال اخیر تنها با دیدارها با رهبران برخی از کشورهای شوروی سابق و قاره افریقا و خطای که پوتین اخیراً از پایتخت این کشور بازدید کرد محدود شده است. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان همچنین به ژورنالیستان خبر داد که در پی سفر رسمیش به مسکو امامعلی رحمان با اشتراک در سمیت سران کشورهای عضو اودکبه راهی مینسک می شود. قرار است روز 23 نوامبر در مینسک تحت رئاست پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو جلسه شورای اودکبه دایر شود. در این سمیت پوتین نیز اشتراک می کند. یک جوانزن 22 ساله در کوچه معرفت شهر سامانیان مرکز نویه رودکی دست به جنایت گوشنوشونی زده دخترچه 3 ساله همسایه‌اش را با بیرحمی مخصوص با چند ضرب کرد به گردنش کشته جسدش را در پرتوگاه پنهان کرده است. ولی تفتیشات خیلی زود پرده از روی این جنایت را برداشت و گمان بر شونده معین و دستگیر شد. خود منیجه امامعلی زاده که در حبس قرار دارد و نزدیکان او برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی وزارت کارهای داخله میگوید در جریان تفتیش معلوم شد که این زن قبل از این هنگام دزدی از خانه همسایه‌اش به دست افتاده برای آن دختر همسایه را دزدیده کشته است که هوش زن همسایه به گم شدن دخترش بند شده دزدی کردن او را فراموش کند و آوازه نکند. در گزارشی که شام 15 نوامبر سال 2023 در شماره نوبتی هفته‌نامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد گفته شد که سانحه 3 نوامبر سال 2023 ظریفه اشورو و ساکن کوچه معرفت شهر سامانیان به شعبه وزارت کارهای داخله 1 نویه رودکی درباره گم شدن دخترچه‌اش
عبداللهزاده شریفه امام نظر سال تولدش 2020 خبر داده است در نتیجه جستجو بعد یک روز صحنه 14 نوامبر جسم بیجان و آغشته به خون این طفل معصوم را با علامت‌های مرگ مجبوری از جمله جراحت‌های کرد در قسمت گردنش از پرتابگاه واقع در امین سروغه پیدا کردند. مؤلف گزارش مایور احسان عبداللهزاده میگوید کشتار طفل خردسال با چنین بیرحمی مخصوص در شهر سامانیان و اطرافیان نگرانی و تشویش زیادی را به پا کرد و حتی همسایه‌ها هر کدام به یکدیگر با نظر شبه نگاه می‌کردند، ولی به کارمندان شعبه یکم میلیسیای نویه رودکی میسر شد که خیلی زود این جنایت را آشکار کنند. جمشید رحمانزاده سردار بخش گفتگو جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی یک نویه رودکی میگوید در نتیجه بردن یک قطار کارهای فوری و جستجویی و کارکرد معلومات فوری معین کرده شد که این جنایت از جانب شهروند امام علی زاده منیژه شیرعلی سال تولدش 2001 ساکن کوچه قروتگی دو نویه شامنصور شهر دوشنبه که موقتا در حدود نویه رودکی زندگی میکرد صادر شده است. احسان عبداللهزاده میگوید در واقع کسی گمان نداشت که چنین آدمکشی با بیرحمی مخصوص را یک زن که خود نیز مادر دو فرزند خردسال است صادر کرده باشد، اما دلیل‌های شایع یافت شده از جمله کرد و تغییر سرشویی کودکان که قاتل جسد شریفه معصوم را تا ریخته تمام شدن خون بدنش در داخل آن نگاه داشته است. دلیل‌هایی است که به دست داشتن این جوان زن در این جنایت گوش نشونید اشاره می‌کنند. در رفت تفتیش معلوم شد که منیژه امام علی زاده با نیت دزدی به خانه ظریفه اشور و وارد شده هنگام دزدی به دست صاحب خانه افتاده است. امام علی زاده برای آنکه کردارش در بین همسایه آوازه نشود برای از یاد زن همسایه بردن دزدیش نقشه جنایت مخصوص وزنین را تعریضی کرده دخترچه 3 ساله زن همسایه شریفه عبدالعزیز را برای فریب به خانه خود برده است و در داخل حمام با کرد به گردن کودک 2 ضربه زده او را به هلاکت رسانیده است. حالا تفتیش این پرونده را دادستانی نویه رودکی پیش میبرد. شمس‌الدین رجبوف مفتش ارشد دادستانی نویه رودکی میگوید 2 نوامبر سال 2023 وابسته به این حالت نسبت به گمانبر شونده امام علی زاده منیژه شیرعلی بر اساس ماده 104 قسم 2 بند و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. گمانبر شده خود همان روز دستگیر گردیده نسبت به او چاره پیشگیری در نمود حبس تطبیق کرده شده است. منیژه امام علی زاده نه فقط طفل بیگناه همسایه را از حیات محروم کرد بلکه 2 طفل خردسال خود را نیز برای سالیان از مهر مادری به نصیب گرداند. برای قتل طفل خردسال با بیرحمی مخصوص به او همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند. شام 15 نوامبر سال 2023 آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی در دوشنبه جنبست گردید و در آن دانشجوی کورس سوم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان شکرانه طاهری برنده شوجایزه اعلام شد. امسال آزمون مذکور از روی 6 نومیناسیون ادبیات کودکان و نورسان، ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک، ادبیات جهان، ایجاد نظم و ایجاد نثر برگزار گردید. نومیناسیون‌های میانه خوانندگان صنف‌های 1-4، صنف‌های 5-11 و صنف‌های 10-11 دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی و دکتراندهای مؤسسه‌های تحصیلات عالی و علمی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه‌های علمی و ایجادی، فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون تقسیم شده بود. در مراسم جنبست که در تالار تئاتر دولتی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی گذشت، نمایندگان حکومت، وزارت معارف و علم، داوران و اشتراکچیان آزمون شرکت ورزیدند. شوجایزه آزمون مذکور به دانشجوی کورس سوم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان شکرانه طاهری تقدیم شد. او از روی نومیناسیون ادبیات معاصر غالب جای اول و برنده شوجایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی در سال 2023 شد و صاحب 70,000 سومان گردید. همچنین در آزمون میان خوانندگان صنف‌های ابتدایی مکتب‌ها در نومیناسیون ادبیات کودکان و نورسان مدینه امانزاده خواننده صنف یکم مکتب رقم 1 نویه ظفرآباد جای یکم، بیژن عبدالولی خواننده صنف یکم مکتب رقم 14 نویه دنغره و شکریه موسیابووا خواننده صنف 4 مکتب رقم 20 نویه شامنصور
جای دوم را گرفتند. در نامیناسیون ادبیات کلاسیکی توجک مجتبی طالبزاده خواننده صنف چهارم مکتب رقم 94 نویه سینو غالب آمد. در نامیناسیون ادبیات معاصر توجک سومن سعید و خواننده صنف چهارم مکتب رقم 71 شهر وحدت و در نامیناسیون ادبیات جهان نازنین بویسریزاده خواننده صنف چهارم مکتب رقم 10 شهر اصفهان جای اول را به دست آوردند. در نامیناسیون ایجاد نظم شکرانه سیدعلیزاده خواننده صنف دوم مکتب رقم 8 نویه اسماعیلی سامونی و در نامیناسیون ایجاد نثر مقصود حکیمزاده خواننده صنف دوم مکتب رقم 75 شهر ایسار جای یکم را گرفتند. در نامیناسیون ایجادی نظم در بین دانشجویان بهمنیان خدایبردیف دانشجوی کورس چهارم دانشگاه دولتی خوجند و در بین کلانسالان بختیار رحمانوف آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان غالب دانسته شده. در بین کلانسالان در ایجاد نثر دلاور سعداللهیف آموزگار دانشگاه دولتی دنغره غالب دانسته شد. به غالبان جای اول 35,000 سامانی، جای دوم 25,000 و جای سوم 20,000 سامانی دیپلم و دیگر تحفه های خاطروی تقدیم گردید. همزمان به هر کدام از 60 آموزگار مکتب که شاگردانشان سزاوار جایهای افتخاری گردیدند 10,000 سامانی سپرده شد. در برابر این همه اشتراکچیان آزمون از جانب وزارت معارف و علم با سرتیفیکات و تحفه های خاطروی قدردانی گردیدند. نتیجه جنبست نهایی نشان داد که اشتراکچیان آزمون از شهر دوشنبه صاحب 49 جای اول، سوخت 27 جای، ولایت ختلان 24 جای، شهر و ناحیه های تابع جمهوری 15 جای و ولایت مختار کوهستان بدخشان صاحب 6 جای گردیدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شرکت Innovated Road Solutions Ltd یا IRS که مسئولیت نگاهبین شورای دوشنبه خوجند چناق را در دست دارد شام 15 نوامبر سال 2023 خبر داد که خوف ترکیدن ماشین گاز که در کیلومتر 27 راه دوشنبه خوجند چناق به صدمه دچار شده بود برطرف گردیده و به حرکت تمام نمود نقلیات توسط این شورای یگانه بین شمال و مرکز تاجیکستان اجازه داده شد. IRS برانندگان و مسافران برای درک مویت تصمیم موقتا من نمودن روهای ماشین ها و همدیگر فهمی کامل در این مسئله اظهار سپاس کرده است. شرکت ایرووطن با نشر چند عکس از جای حادثه خبر داد که گاز مایع از ماشینی که دچار صدمه شد به ماشین‌های دیگر انتقال دادند. IRS نیمه دوم روز 15 نوامبر سال 2023 ساعت 14:30 اعلام کرد که چند لحظه پیش در کیلومتر 27 راه دوشنبه خوجند چناق یک ماشین بورکش برای انتقال گاز پیش بینی شده به صدمه دچار گردیده است. با نظر داشت آن که خوف ترکیدن اتومبیل مذکور وجود دارد در موافقه با ساختارهای دخلدار حرکت نقلیات توسط این شورا موقتا منع کرده شد. شورای دوشنبه خوجند چناق بر پایه قریب 300 میلیون دلار قرض قطعه بازسازی شده سال 2009 پولکی کرده شد. همان وقت مسئولیت نگاهبین و پولچینی در این شورا را به شرکت ناآشنای IRS که در یک منطقه آفشوری در خارج از تاجیکستان ثبت نام شده است سپردند. برخی منابع میگویند صاحب این شرکت جمال‌الدین نورعلیف داماد پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و شوهر آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت است. خود نورعلیف این را رد میکند. اداره روسلخوزنadzor ولایت تومسک و نوسیبیرسک روسیه روز 16 نوامبر سال 2023 خبر داد که یک کپک و 31 کبوتر را که از تاجیکستان آورده بودند از روسیه دپورتاسیون کردند. بنا به اطلاع این اداره در روزهای اخیر استراحت کارمندان روسلخوزنadzor یک جایه با کارمندان باجخانه فرودگاه تلمچاو شهر نوسیبیرسک هنگام تفتیش بغاج مهاجران دو حالت ویران کردن قانونهای روسیه را آشکار کردند. یک مسافر که از تاجیکستان می آمد در داخل قفس 31 کبوتر را با خود آورده میخواست به روسیه وارد کند. همین طور یک مسافر دیگر از تاجیکستان با خود در درون سبد چوبین یک سر کپک داشته است. خود این مسافران برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی روسلخوزنadzor میگوید که انتقال این پرندگان بدون اجازتنامه این اداره و هم بدون سندهای بیطوری که سالم بودن این جانوران را از لحاظ بیماری‌های حیوانات و پرندگان ثابت کند. روسلخوزنadzor در اطلاعیش گفت بر اساس طلبات قانونگذاری بیطوری
با مقصد رو ندادن به احتمال وارد و پنهان کردن بیماری‌های خطرناک به وارد کردن این پرندگان به قلمرو روسیه اجازه داده نشد. در دوره‌ای که پرندگان در حدود فرودگاه تلمچو قرار داشتند، متخصصان روسلخوزنتزور به آنها شرایط راحت نگهداری و تامین غذایشان را تامین کردند و روز 15 نوامبر سال 2023 این پرندگان را به جمهوری تاجیکستان دپورتاسیون کردند. روسلخوزنتزور در حقیقت در اطلاع رسمیش از واژه دپورتاسیون استفاده برده است، اما درباره صاحبان این کبک کبوتران در اطلاع این اداره چیزی گفته نشده است که آیا آنها از بر این جانوران گذشته در روسیه ماندند و یا از پس کبک و کبوترانش این دو نفر نیز به تاجیکستان برگشتند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 13 نوامبر سال 2023 در یک صدمه پرقربانی در روی بختر وخش بر اثر به ماشین بارکش کماز برخوردن ماشین سبکرو تویوتا، راننده و دو مسافر سبکرو 3 جوانی از 18 تا 23 ساله در جای حادثه جان دادند. راننده کماز نیز جراحت جسمانی برداشته است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی شب 13 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 21:40 راننده ماشین تمغه تویوتا کریموف عبدالمومن سال تولدش 2000 ساکن نویه وخش هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت نویه وخش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین بارکش تمغه کماز تحت اداره مهترف محمد سال تولدش 1983 ساکن نویه وخش که از سمت نویه وخش به سمت نویه کوشانیان حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا کریموف و مسافرانش فیضلیف سیفیدین سال تولدش 2000 کریموف گلمراد سال تولدش 2005 ساکنان نویه وخش جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده کماز مهترف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در ویدیویی که پرویز تیوی از جای حادثه نشر کرد دیده می شود که بر اثر برخورد نه فقط ماشین سبکرو تکه و پاره شده است، بلکه حتی ماشین بارکش هم آسیب جدی دیده است. شاهدان میگویند برخورد چنان سخت بود که هیچ شانس زنده ماندن راننده و مسافران تویوتا وجود نداشت. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از این قبل خبر داده بود که شب 12 نوامبر سال 2023 در یک صدمه پرقربانی در شهرهای نویه دیوشتیج راننده اوپل و دو مسافرش زنان میمون از ولایت اندیجان ازبکستان در جای حادثه به هلاکت رسیده. دو زن دیگر میمون از اندیجان جراحت‌های وزنی برداشتند. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. ضمن برگزار نمودن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 50 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده در دو حالت تخمینا ماه‌های آگوست و سپتامبر سال 2023 با راه فریب به باوری مردان 48 و 39 ساله ساکنان شهر دوشنبه و وعده در آمده از آنها یک مقدار محصولات سنتکنیکی، عطریات و خمیره دندانشویی را به مبلغ 502,333 سومانی گرفته وعده داده است که بر عوضش از بناهای بلندوشانه استقامتی به آنها منزل استقامتی گرفته می‌آید، اما تا حال نه مبلغ و نه منزل استقامتی را داده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا با عریضه زن 47 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که مرد 36 ساله ساکن واسه با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل صندوقش 13,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. گمان برشونده از جانب کارمندان میلیس دستگیر گردیده. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. این چنین هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 32 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمان برشونده 13 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 14:30 هنگام در نزد ایستگاه کوچه شیروزی قرار داشتنش از روی مصلحت پیشکی با هم مسلکش بهادر نام شخص با راه پنهانی از جیب زن 31 ساله ساکن پایتخت همیانش را با مبلغ‌هایش و کارت‌های بانکی امانت بانک و اسخات را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.
тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.